ما همون آدمی بودم که یکم آدمی که 2012 در مابین یک جهان گفتم که شیطانی واقعی در تاجیکستان است. این امام علی رحمانه، این پدرنوت کثیفی حرام که این روز مردم تاجیکستان سعی پا کرد همه زواد فابریکا را یک آهن پاره کرد پرتاب در مابین خیش سوارش همه تاجیکستان جدا کرد. مال مردم هر شب و روز ندزده، حرکت نکنه، خورت نکنه، نمونه که مردم سرش بلند کنه. نموند در تاجیکستان نه زواد نه فابریک این پدرنوت از خود نکنه. اینا سرشوی ندارن این پدرنوتو، اینا غم مردم نمیخورن. یا گپی بلند گپ بلند نگوین که برای مردم میکنن، برای خلق نکن. پوست شو بکن تک خوبه میبینی، پوستی بالاشو بکن پدرنوت میبینی که یک خوگی خالی است. این آدمی هسته که از ملتی ما نیسته، از دینی ما نیسته، از فرهنگی ما نیسته. این که در اطراف دجال بچه ها را جمع کرده که ما را حمایه کنیم. ما و شما میتونیم که وطن ما آزاد کنیم. دوستای عزیز، ما همون عمر هستم که تا از اول تا آخر قسم خوردم که مبارزه ما تا وقتی هسته تا ما در این دنیا چشم نبینم نفس میکشم ما بازی همین رژیم مبارزه میبرم. ما دیگه عمر نیستم. ما همون عمر هستم که وقت ساعتش آمد برای ملتم جان کیده ما یک آوازی بلند میگم که خداوندو دمت تو همین جان دادی، همین جان تو همین وقت میگیری. من مبارزه بردم برای خودت، برای که این آدم بازی تو دشمنی کرد، بازی تو رفت، بازی ملتی من رفت، بازی فرهنگی من رفت، بازی وطنی من رفت. ما با همین خاطر حرکت میکنم که مردم بخیزین گفته. این روز ما جانی خما تسلیم میکنم که خداوند تو مرا بنده بگی. ما گناهگار هستم، واقعیت گناهگارم. تو پروردگار رحمان رحیم هستی. با طرف تو هر یک انسان دست بالا میکنه. خدایا جانی مرا با حرمت و با عزت بگی، مرا بنده بگی گفته. همین از مبارزه، همین از که در مابین هزار سالها آدما پیدا میشن برای حق گپ میزنن، برای حق خودشون میگن، برای ملت و فرهنگ و دینش میگن. همین از که خداوند اونا چی رحم میکنه، نظر میکنه. دوستای عزیز، ما هر باری که میشنوم گپاتون ما باز میگم که ما یک چیز شما برای ما حرام است. ما از ملک یک چیز شما بگیرم برای خدا میخدم. و اگر که وقت و ساعتش آمد، وقتی که همه ملکی ما تمام شد، دانی ما تمام شد، ما در قدر نمیبرم کار میکنم، نمیدونم هر کاری که دست نبیره که زندگی من پیش برم. نه برای شما من میگم این روز مبارزه هست. این روز وقتی هست که شما باید چی قوت به قوت بگی. این روز مبارزه بر ضد شما هست. این رژیم شما را نابود میکنه، همتون تنها به تنهایی. شما بی وطن بمونید، شما بی فرهنگ بمونید، شما نسلتون در به در میشود. دین در سرزمین تاجیکستان ما برهم میخورد. این روز هست امکانیت که ما و شما حرکت کنیم که وطن ما آزاد کنیم. دوستای عزیز، ما از شما خواهش دارم به خاطر من نخیزیم. ما یک شخص خاکی هستم که در این دنیا هستم یا که نیستم. هر ساعت میتونم جان ما تسلیم کنم. شما بخیزیم برای دینتون، بخیزیم برای فرهنگتون، برای ناموستون بخیزیم. زیرا پگه شما وقتی که نمیخیزیم، وقتی که من نمیشم در این دنیا، وقتی که شما را در زندان محکم میکنن، وقتی شما تایی شتا میکشن، به صندوق افسمت لفت کوب میکنن، وقتی مالتون میگیرن، وقتی شما میفهمید که شما بیناموس میشوین، در اون وقت هزار بار پشیمان میشوین که وقتی ساعت بود که من میتونستم با همون عمر علی قطعی قوت به قوت بیستم مبارزه برم که وطن ما آزاد کنم. برای دوستای عزیز، افسوس، 100,000 افسوس میکنیم، نیکیم سیر میشود. زیرا که این پدرآمد رحم نداره، این ایمان نداره. در وقت خودش پیغمبر خدا محمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که خدای ما را نگه داره که کسی که مثلا در قدر رب بفهمه که دجال میده باید از پیشش بگریزه. زیرا که دجال گپا نمیفهمه، آیت قرآن را نمیفهمه، سخن شیرین را نمیفهمه. هر کسی که به او رو پروش دین شاید دستش میته. مالی همین نمود آدم هسته که شما همتون ای دستون میتین، ناموستون ای دستون میتین، دینتون ای دستون میتین، فرهنگتون از زمینتون ای دستون میتین. بعد میفهمین که ما چی میگم شما، ما از شما خوبتر میکنم. امام علی چی قطعی اولادش، قطعی دمادش از این واری دجالی پدرانت در جهان نبود. این آدمگری ندارم. ما از مابین شما نه، ما در مابین اینا بودم. من میدونم که اینا عزت و حرمت ندارن در دین. اینا فقط عقل فکرشون در دیگه کارا هستن، در کارهای حرام هستن. مرحمت دوستای عزیز، شما شنیده بودین که
در مسئله پامیر را چقدر مردم کش به خاطر چه کش قدر آدم در ماه شهید رمضان چیزی که شما شاهد بودین که بچه خواهرش رفتن رسیدن در مابین هیچ کس آواز کشیده نتونید، هیچ کس حمایت کرده نتونید کودک، هیچ کس نتونید دختر سرش بلند کنه که همیشه تاثیر نشده. این روز دوستای عزیز ما از شما چی خواهش میکنید؟ شما دیدین 10 قانونی که بدیل دین اسلام بود، شما خودتون دیدین که مال مرا وقتی گرفتم اسنادا را همش عوض کردم، به قانون، به سود، به یگان آدم، به شاهی مال یک آدم کشتن گرفتم. این خودش غیر قانونی گپ است. همین نمود زن گیره میکنن، همین نمود همون کبیری را بازار شدن گرفتن، گرد اطرافاش مایم کردن گرفتن. تا کی ما و شما خاموش بیستیم؟ تا کی ما و شما حمایت نکنیم ناموس خودمون، مال خودمون، دین خودمون، فرهنگ خودمون، تاریخ خودمون، زمین خودمون. دوستای عزیز، من میندارم از شما. توکل به خدا. این روی مبارزه است. هیچ گپی نیست. چقدر که شما زیاد دعوت بکنین همین قدر قوتای ما و شما زیاد میشه. چقدر که شما زیاد حرکت بکنین در رستوران هم پول مصرف نکنین، در یک جای دیگه نمیخورین، در روی حق نپرسین، خداوند در شما اجر میده. دوستای عزیز، من شما میندارم. تشکری میکشم برای این قدر روزایی که قسمت صحبت بکنین، این قدر قسمت سوال جواب بکنین. رحمت کلام در شما میدم. یک کمی دیگه ماندگی است برای مبارزه وزنی برای ما و شما. یک کمی دیگه ماندگی است. بیاین یک دست بدین. بیاین با اتفاق باشین. بیاین حرکت کنین که وطن مناظر کنین. زیرا امام علی برای وطن ما و شما دیگه هیچ کدام نمیتونه پیغمبر از غارت کردن. ان شاء الله.